الرحمن الرحیم داداش. بانک یا قلعه خوبی؟ چجوری راه میره این؟ یا بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی خیلی گنده. صدا چیه؟ یا اول فصل ما بریم ببینیم به کجا میرسیم. دوستان دلیلی که تانک بنده عوض شد اینه که یه 50 کیلویی انداختن رو کلم. حالا اون رو بیخیال ببینید تقریبا 15 تا شات به این دوست عزیزمون زدن. وقتی شنام ولی خدا وکیلی صفر بود. یعنی تانک امام رسما تانک امام زمان بود. 15 تا شات به این زدن. 2 تا بمب بغلش ترکیدی چیش توش. بذار ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی کامیکازه. بسم الله. آقا برو بریم. من آمدم و با یک معجزه الهی به اسم بمب افکن اومدم. حاجی بزنیمشون و بخندیم. این خیلی گنده است. اینو بتونم بزنم ویدیو تموم. نخور بی تربیت. اون من دست چرا نترک. ببین خیلی بد بود واقعا. دلم اوه چی دردم. من برم دیگه. من برم.